салом, ахбори озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. Сархати хабарҳои муҳими рӯз аз ин қарор аст. ёдгор Файзов аз мақоми раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барканор шуд. Сабаб чист? писари Иззатамон гуфт падарашро барои пули ночиз зиндонӣ карданд ва умедвор аст додгоҳи болои ҳукми падарашро бознигарӣ мекунад. 232 сомоне ки он нафар дастрас накард, судия асос кардааст ва 9 соли зиндон барои як нафар, яъне ғайри қонунӣ. ҳукумати амрико зимни арзёбии гузориши Тоҷикистон дар бораи муроати ҳуқуқи инсон аз набуди пешрафт дар ин самт амиқан изҳори нигаронӣ кард. баъди 3 соли фаъолият дар мақоми раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ёдгор Файзов аз мақомаш барканор шуд. сабаби барканории Файзов ҳанӯз рӯшан нест. ба ҷои Файзов акнун Алишер Мирзонаботов раиси вилояти Бадахшон аст. ёдгор Файзов пас аз барканорӣ аз ин мақомаш дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки фармони аз кор рафтан барояш ғайриинтизор набуд, чун ба гуфташ ҳеҷ кас дар мансаб якумрӣ намемонад. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳанд. مراسم معرفی رئیس نوی ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز 5 نوامبر در شهر خاروق برگزار شد. غالب نیکبکزاده از سخنگوی رئیس ولایت به رادیوی آزادی گفت اسدالله رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهور در مسئله کادرها رئیس نوی ولایت را معرفی کرده است. به گفته منبع با فرمان رئیس جمهور علیشیر میرزانباتوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تعیین شد. روز 5 نوامبر در مقامات ولایت بدخشان چند تغییرات کادری دیگر انجام شده است. از جمله رضا نظرزاده رئیس شهر خاروق تعیین شد. نظرزاده تا آینده معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان بود. اینچنین نظیر امیر بیگزاده از منصب معاون رئیس ولایت عاید به مسئله های ایدئولوژی برکنار و به جای آن نیلوفر اسلمشایeva تعیین شده است. هنوز معلوم نیست که یادگار فیضوف بعد برکناری به کدام وظیفه تعیین می شود. فیضوف در اولین واکنشش بعد برکناری به رادیوی آزادی گفت که من رسالتم را تا جای توانستم اجرا کردم. او در صحبت تلفنی همچنین به رادیوی آزادی گفت بسیار وضعیت وضعی بود. وضعیتی که به عملیات تربیت میشد در کوچه پر ماشین سیاسیشه بود، نگو نمر دولتی داشتن، چقدر آدم جستجو بود، چقدر یروق بود. او زنی تماما یک فروغ تنج آباد پیشرفته، چقدر بود کنش که گل کورش شد، چقدر کورش شد. یادگار فیضوف 3 سال پیش در پی انتخاب تند رئیس جمهور امام علی رحمان از وضع تامین امنیت در ولایت بدخشان رئیس این ولایت تعیین شده بود. پیش از این او رئیس بنیاد آقاخان در تاجیکستان بود. فیضوف در حادثه‌های سال 2012 در شهر خاروق میانه‌روی بین حکومت و فرماندهان منطقه بود. یادگار فیضوف 60 سال داشته، همزمان معاون رئیس مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان است. او زاده دهه پارشنوی ناحیه شغنان بوده. دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص بیتار ختم کرده است. کار را در سالهای شوروی از آزمایشگاه بیتاری ولایت بدخشان شروع کرده، بعداً به ساحه کمسمان گذشته است. علیشیر میرزانباتوف همکنون رئیس نوی ولایت بدخشان تا این دم رئیس شهر خاروق بود. او سالها در ساختارهای امنیتی کار کرده. تا سال 2018 معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بود. مولو رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. дар фармони барканории Файзов ки сайти президент нашр кардааст дар бораи сабабҳои ин тасмим чизе гуфта намешавад. аз ҳамкорам Хурсанд Хурамов ки таҳаввулоти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро пайгирӣ мекунад пурсидем дар бораи сабабҳои эҳтимолӣ аз вазифа гирифтани раҳбари вилоят чӣ гуфта мешавад. این می تواند یک برکناری معمولی باشد که مثلا با دوره نزدیک آمدن نفقه و یا با سبب سلامتی باشد و هم می تواند این باشد که مقامات دیگر شخص دارای فکر مستقل مثل فیضوف را تحمل کردن نخواست. دوام 3 سال گذشته او چندین بار نشان داد که از نظر رفتار و گفتار و هم شیوه مدیریت با مقامداران دیگر مانند نیست. او در مصاحبه‌هایش به طور آشکارا کارمندان ساختارهای قدرتی را تنقید می‌کرد. به نزد اعتراضگران نوامبر سال 2018 شخصا خودش برآمد. این زمانی بود که خادمان ساختارهای قدرتی به سوی مردم محلی آتش کشیدند و یا در شنبگی‌ها اشتراک کرده هر نفری را که مراجعت می‌کرد قبول می‌کرد، یعنی نزدیکیش را با مردم نمایش می‌داد. او حتی با سابق رئیس مجلس هم وارد یک بحث لفظی شد.
در داخل نظام سیاسی تاجیکستان چنین نمایش مستقلیت یک مقامدار سطح منطقوی زود به چشم می‌رسد. احتمال دارد که چنین آزادی رفتار برای برخی نافارم بود. تشکر. همکارم خورسند خورمов درباره سبب‌های احتمالی برکناری یادگار فیضов صحبت می‌کرد. حکومت امریکا ضمن ارزیابی گزارش تاجیکستان درباره مراعات حقوق انسان از نبود پیشرفت در این سمت عمیقاً اظهار نگرانی کرد. نماینده این کشور در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل که امسال آنلاین برگزار شد چنین گفت: ما از آزار گوناگون اندیشان تبعیدی در خارج از طرف حکومت نگران هستیم. ما از ادامه گزارشات درباره آنکه نیروهای امنیتی بازداشت شده ها و زندانیان را شکنجه و اذیت میکنند و شرایط سخت و خطرناک برای زندگی در اضطراب هستیم. در این نشست مقامات تاجیکستان گفتند که در کشور کسی آزار و اذیت نمی شود و ادعاها درباره اذیت و شکنجه بی اساس است. نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 4 نوامبر برگزار شد و در آن همچنین نمایندگان کشورهای دیگر حکومت تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات مستقل و گوناگون اندیشان تنقید کردند و از حکومت خواستند که وضع را اصلاح کند. پسر عزت امان یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک میگوید حکم پدرش بسیار ناعادلانه است و او از مقامات بلندپایه میخواهد که به این پرونده دخالت کنند. محمد یوسف خلف پسر عزت امان روز 5 نوامبر در یک صحبت اختصاصی با همکار ما علیشیر ظریفی جزئیات حکم 9 سال زندان پدرش را آشکار کرد و پاره از آن را حالا تماشا میکنیم. پدری من گفت که هر چیزی دارم فروشین، مبلغ جمع آوری کنین و ضرری همین گفتگی این جبردیدها را پرداخت کنین. برای همین ما در مسکو پدرم یک ماشینی چیز داشت فروختیم و کمی از مهاجران هم مبلغ با ما روان کردن، دستگیری کردن و ما همه ضررها رو پرداخت کردیم. و در اینجا یک نفر بود که در تاجیکستان قرار نداشت جبر دیده و اون هم 232 سومان جبر دیده است. 2000 روبل روسی در مسکو قرار دارد و خیلی که خودی همون دادرس با ما گفت که روید در امانت بانک در نامش مقصد یک دپازیت کشوید و چکش بیارید در سود سپرید و که کدام وقتی که اون نفر آمد میتوند که بیاد از سود دسترس کند و ما همین کار رو هم کردیم. چک آوردیم در سود دادیم ولی آخری مرافعه آمده همون 232 سومانی که اون نفر دسترس نکرد سودیه اساس کرده است و 9 سال زندان برای یک نفر، یعنی غیر قانونی محکوم کردن یک نفر رو 9 سال این با 232 سومان اساس شدگی است. شما چی فکر دارید؟ نظر شما چی است که چرا دادرس چنین کار رو کرده است؟ هم به قانونی عفو هم باید قانون جمهوری تاجیکستان هست که ماده 39 بود یا 49 وقتی ضرر برقرار شد دادرس دیگر حقی از آزادی محروم کردن شهروند را ندارد. باید جریمه یا که آزاد کرده شود. اگر که جریمه هم نکند از آزادی محروم کردن را حق ندارد. دیگر این دادرس با کدام قانون ها عمل کرده است، با کدام قانون پدری ما رو 9 سال زندان کرد، من این چیز رو تا حالی نمیفهمم. هنگام مرافعه دادگاهی پدر شما مثلا با اون اتهاماتی که نسبتشون اعلام کردن اقرار شد؟ در رفتی مرافعه وقتی با جبردیده ها صحبت ها میشد راستی گپ بعضی جبردیده ها از همون دعواشون دست کشیدن یا بعضی هاشون بودن که مبلغ هم نگرفتن از دعواشون دست کشیدن و پدری من یگان خیلی اقرار نشیده است. حالا که پرونده در دادگاه عالی است امید شما از آینده این پرونده، امید شما از بررسی های منبع پرونده چی است؟ ما البته امیدواری ها داریم که پدری ما را آزاد میکنند و هم قانونی عفو تطبیق می شود نسبت پدری من و هم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان کفالت داده است که باید آزاد کرده شود.
بیننده عزیز، تفصیلات صحبت همکاران ما با پسر عزتمان حامی حقوق محکوم شده به همین زودی ها در وبسایت رادیوی آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. گروهی از دانشجویان تاجیک میگویند با وجود اجازه گرفتن برای تحصیل در قرقیزستان نمیتوانند به اون کشور سفر کنند. قبلا بشکک به آنها اجازه نمیداد به کشور آمده تحصیل را ادامه دهند. حالا مقامات تاجیکستان میگویند که به کفالت امنیتشان حق ندارند آنها را به قرقیزستان راه دهند. فرزان محمدی گزارش میدهد. دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های قرقیزستان ادعا دارند که با وجود تلاش‌های زیاد نمی‌توانند وارد قرقیزستان شوند. آنها میگویند هرچند طرف قرقیزستان به قبولشان اظهار آمادگی کرده است، طرف تاجیکستان با ذکر نبودن کفالت بی‌خطری به آنها اجازه گذشتن از مرز را نمی‌دهد. نموندن گذشتن مقصد در گرانسای تاجیکستان گفتن که اونجا ما اولی پریکاز نداریم، ممکن نیست گذشتن. دیگه تامین بی‌خطر اگر کفالت بدن قرقیزو بعد ما اجازه میدیم و میگذاریم. دانشجویان میگویند به آنها از دانشگاه‌هایشان خبر داده و گفتند که راهشان برای آمدن باز شده است و باید در درس‌ها اشتراک کنند. شاهروزخان زائیره و محصل سال دوم دانشگاه طبی قرقیزستان و زاده ناحیه لخش تاجیکستان است. به قول وی مرز از جانب ناحیه لخش که با قرقیزستان همسرحد است تا هنوز باز نشده و برای عبور مرز به شمال تاجیکستان آمده است. از معارف گفتن که اینجا راهها شدن اونجا بودن، از اونجا گذشته میتونه گفتن از معارف رای کردن. بعد اینجا اومدیم گذشته نتونستیم 2 هفته پیش، اینا 1 روز پیش بود رفتم گذشته نتونستیم. آخر ماه گذشته خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داده بود که دانشجویان زاده تاجیکستان میتوانند برای اشتراک در درس‌هایشان از مرز گذرند. طبق قاعده نام آنها را در مکتوب مخصوص مرزبان‌های دو جانب دسترس می‌کردند و برای عبور سرحد مانع پیش نمی آمد. ولی نعمت الله عظیموف میگوید پسرش حیات الله عظیموف دانشجوی سال سوم دانشگاه منس قرقیزستان نتوانست از مرز گذرد. تاجیکستان نمونده است. سال کفالت به گردن گیرد اگر ما روی کنیم استودنت. به گفته آنها دهها دانشجوی دیگر نیز با این مشکل روبرویند و هنوز حل آن پیدا نشده است. حکومت قرقیزستان 21 اکتبر اعلام کرد که بازگشت چنین دانشجویان را استقبال میکند و این یکی از تصمیم‌های اولین دیوان نوی وزیران بوده آغاز همدیگر فهمی بین خلق‌های برادر است. طبق آمار مقامات قرقیزستان در سال خوانش 2020-2021 در آن کشور تقریباً 2000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکرد. راه دانشجویان تاجیکستانی و عموما شهروندان تاجیکستان به قرقیزستان 21 می امسال ضمن زد و خورد خونین در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بسته شد. در این درگیری دهها نفر از دو جانب کشته و زخمی و خانه و انشاءات سوخته و ویران شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. سردار شعبه کارهای داخلی دو در ناحیه سینای شهر دوشنبه در رابطه با قضیه مدینه محمدجانова از مقام برکنار شده است. منبع‌ها میگویند دادستانی کل تاجیکستان عملهای ظفر اسماعیلزاده را میسنجد. خود او به تماس‌های به تکرار رادیوی آزادی پاسخ نداد. اسماعیلزاده شام 2 نوامبر پس از انجام مشورت کاری اعضای حکومت از مقامش برکنار شده است. و 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبر و گزارش‌های دیگر در سامانه www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش‌های ویدیویی را میتوانید از صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.